سلام علیکم، چطورید؟ چه خبر؟ چی کارا میکنید؟ امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز میخوام یکی از پرتکرارترین سوالاتون رو جواب بدم، اینکه چجوری خواننده شدی و اینکه چجوری خواننده بشیم. سعی میکنم جفتش رو در یک راستا جواب بدم بهتون، چون به نظرم اگر دو تا آدم متفاوت بخوان یک هدف مشترک رو دنبالش برن، حتی اگر هدفشون مشترک باشه باز ممکنه مسیرهای مختلفی رو لازم باشه که طی کنن. در نتیجه سعی میکنم که به هر جفتش با هم جواب بدم. خب قبل از اینکه از شروع داستان بخوام بهتون بگم، میخوام یه چیزی از انتهاش بگم. خب میخوام سنگامون رو با هم دیگه وا بکنیم. فرض کنید که به هر چیزی که از خودتون انتظار داشتید به عنوان یک آدم موفق، به عنوان یک آدمی که خودتون رو کامل بدونید، رسیدید. خب توی همون حالت شما اگر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت بشینیم اینستا رو بالا پایین کنی، کلا توی هر فضای مجازی بچرخی، قطع به یقین آدمایی رو میبینی که از خودت خوشگلترن، از خودت خوش‌هیکل‌ترن، خوش‌تیپ‌ترن، پولدارترن و کاملترن. در نتیجه هیچ وقت قرار نیستش که به اون نقطه‌ای برسی که مگر اینکه یه خودشیفته محض باشی و بخوای صرفا بگی که من بهترینم و از من بهتر وجود نداره، وگرنه اصلا ماهیت فضای مجازی این شکلی شده که شما هرچی بیشتر توش میچرخی آدمای کاملتر از خودت رو بیشتر میبینی و علت این که افسردگی از فضای مجازی به ما نفوذ پیدا میکنه همینه. به خاطر اینه که ما گوشی رو وا میکنیم و میبینیم که یه عالمه آدم خوشحال و خندون و خوشبخت و بهتر از ما توی دنیا وجود داره و انگار فقط منم که بدبختم. اگر بخواید اول ماجرا خودتون رو با کسای دیگه مقایسه کنید، کلا کارتون پیش نمیره و نمیتونید کلا پا توی مسیر بذارید، چه برسه به اینکه به هدفتون برسید. تو قدم اول چیزی که ازتون میخوام اینه که یه کاغذ و قلم بذارید جلوی خودتون و بنویسید که از شروع این کار و از رسیدن به هدفم چی میخوام. ببین قطعاً حتی مثلا خواننده شدن، ورزشکار شدن، هر کسی میخواد اون کار رو انجام بده یه هدف مشخصی داره. یکی بابت اینه که من دوست دارم تو خیابون شناخته بشم، یکی اینه که مثلا من دلی این کار رو دوست دارم تو جمع خانواده، تو جمع دوستان بخونم. یکی ورزش میکنه واسه اینکه خوش‌هیکل باشه، یکی ورزش میکنه واسه اینکه سلامت بدنش حفظ بشه، یکی هم ورزش میکنه واسه اینکه بره مسابقات شرکت کنه. ولی خب هدفاشون چون فرق داره، سبک زندگیشون و مسیرشون هم فرق داره با هم دیگه. من هنوز اون برگه رو دارم که نوشتم. دقیقاً آقای معارضا مقدم به من گفتش که این کار رو بکن و بشین بنویس که اصلا از رسیدن به اون هدف چی میخوای، پس این چیزی که تو میخوای چه چیزی هست. و اینم بهتون بگم ممکنه که این هدف کاملا تغییر کنه. مثلا من خودم توی اون برگه نوشتم که من موزیک رو کاملا دلی دارم شروع میکنم و اصلا هدف اینو ندارم که یه روز از خودم موزیک بدم، اصلا هدف اینو ندارم که یه روزی مثلا یه جایی اجرا بذارم، یه خواننده، یه کاراکتری مثلا به اسم خواننده نمیخواستم داشته باشم. میخواستم که موزیکای دیگران و اون چیزایی که خودم دوست دارم و گوش میدم اونا رو بخونم، تو پیجم بذارم و صرفا یه زندگی دلی این مدلی باشه، نه اینکه یه مثلا هدف کلی باشه و خودم رو توی این مسیر بدونم. ولی تغییر کردش، یعنی پیش رفتیم و دیدم که میتونم قدمای بزرگتری بردارم. اگر چیزی که امروز مینویسید تغییر کرد یه روز دیگه، این یه چیز کاملا عادیه. قدم دوم، یه خط بکشید وسط کاغذ، یعنی 2 تا ستون تشکیل بشه. توی طرفش بنویسید که شما برای رسیدن به این تارگتتون چه چیزهایی دارید و یه طرف دیگهش بنویسید چه چیزهایی ندارید. من خودم تو ستون راستیه اون چیزهایی که دارم نوشته بودم 3 میلیون پول. من 1,500,000 باید هزینه کلاس آواز میدادم و خب پولم رو جمع کرده بودم شده بود 3 میلیون. 3 میلیون پول بود و بقیهش همش معنوی بود. کوهی از انگیزه هم نمیدونم، علاقه، عشق، فقط چیزای معنوی نوشته بودم. و اینکه واقعا بنویسید حتی چیزای معنوی، حتی
چیزای مادی، چیزایی که ظاهریه. مثلا شما اگه چهره زیبایی دارید، اگه هیکل خوبی دارید، اگه تیپ خوبی دارید، همه اینا یک آپشن برای شما حساب میشه و اینا رو میتونید توی هر کدوم از این ستون‌ها چه دارید چه ندارید بنویسید و نسبت به هدفتون هر چیزی که حس میکنید نیاز دارید که بهش دسترسی پیدا کنید بنویسید، اون قسمتی که ندارید و باید به دستش بیارید. من خودم اومدم بررسی کردم، دیدم باید کلاس سولفژ برم، باید دوره اینستا رو یاد بگیرم و حالا فضاهای مجازی دیگه که یوتیوب یکیش میشه، نمیدونم حالا پلتفرم‌های موزیک رو باید بشناسم و اینجور داستانا. و اینکه باید ساز بخرم، باید ساز یاد بگیرم. هر چیزی که احساس کردم به رشد من توی موسیقی میتونه کمک کنه رو اونجا شروع کردم به نوشتن. قدم سوم اینه که بیاید یک برنامه ریزی بکنید که قابل اجرا باشه. یعنی اگر که مثلا من نوشتم کلاس سولفژ، کلاس گیتار، خرید پیانو، کلاس پیانو، من باید بیام بررسی کنم، اندازه گیری کنم، ببینم که کدومش قابلیت اجرا شدن توی موقعیت الان منو داره. بعد از اینکه حالا مثلا اون هدف رو تیک زدید، دوباره میرید سراغ هدفهای بعدی و به مرور زمان میبینید که میتونید 3-4 تا 2-3 تا چند تا هدفاتون رو بچینید. ولی خب در شروع کار اصلا بهتون پیشنهاد نمی‌کنم که هدفهای گنده واسه خودتون تعیین کنید. مثلا اگر امروز دارید برنامه ریزی میکنید، نهید بنویسید که تا 1 ماه دیگه 10K شده باشم. امکان نداره. امکان داره ولی وقتی میاد یه هدف واسه خودتون خیلی بزرگ در نظر میگیرید، امکان رسیدن بهش رو واسه خودتون میارید پایین‌تر. برای من قدم اول توی برنامه ریزی کلاس سولفژ بود. شروع کردم به آموزش صداسازی. کلاس رفتم و اعتقاد دارم که این یه مرحله رو حتما کلاس برید، کلاس حضوری. یعنی من صرفاً تمام دوره هایی که تو زندگیم دیدم هیچ کدوم حضور فیزیکی نداشتم توش، ولی کلاس آواز و حضور فیزیکی سعی کنید داشته باشید، یا اگر ندارید دوره آنلاین هم میخواید بردارید چیزی باشه که با طرف فیس تو فیس باشید. میدونی مثلا اینجوری نباشه که ویدیو ضبط شده رو بخواید نگاه کنید، تاثیرش خیلی کمتره. دوره‌ای باشه که بتونید آنلاین با اون معلم صحبت کنید و بتونید اجراشو ببینید، چون خیلی چیزها توی یادگیری آواز از دیدن اون شخص بهتون میرسه. مثل اینه که بغل یه راننده بشینی، رانندگیشو نگاه کنی، بیشتر میفهمی که باید چی کار کنی. مثل اون میمونه کاملا. و خب نفسگیری های اون شخص رو میبینی، تحریراشو از نزدیک میشنوی، احساسش خیلی قشنگتر بهت منتقل میشه و خیلی روند یادگیریتون رو سریعتر میکنه نسبت به یه دوره‌ای که حالا صرفاً وایس باشه یا ویدیو باشه. قدم بعدی من بعد از سولفژ دوره اینستا بودش و من آموزش دیدم. اون تایم من پکیج معین فرجی رو گرفته بودم و بهتون توصیه میکنم که حتما آموزش ببینید. یعنی یه تایمی رو بذارید، یه دوره‌ای رو بگیرید و بشینید نگاه کنید و از پشتیبانی اون دوره استفاده کنید و به سوالاتتون بذارید جواب داده بشه. به خاطر اینکه حوزه کاری ما یکم با بلاگری فرق داره. این آموزشایی که صرفا شما توی اینستا میبینید و توی پیجا دارن توضیح میدن چی کار کنید که وایرال شید و میلیونی شید و اینا خب صرفا واسه اینه که خب شما باید موزیک وایرال بذاری، نمیدونم چالش‌های مختلفه. خب یه سری کارهایی که تو خوانندگی نمیشه انجام داد و به نظرم حتما دوره رو بگیرید و با یه پشتیبانی که مربوط به اون دوره است سوالاتتون رو مطرح کنید و جواباشو بگیرید ازش. و اینکه به نظر من این چیزی که میپرسن به نظرتون محتوا مهمتره یا الگوریتم؟ محتوا خیلی مهمتره ولی شما باید الگوریتم هم بلد باشید. بازم شما باید طبق همون چارتی که خودتون تعیین کردید پیش برید. ولی قدم بعدی من آموزش گیتار بودش. وقتی که شما یه ساز جدیدی رو یاد میگیری و توی عرصه مثلا خوانندگی هم داری فعالیت میکنی دیگه، خب وقتی یه ساز جدیدی رو یاد میگیری کلی اتفاقات جدید ممکنه واسط بیفته. این که من داشتم گیتار میزدم آروم آروم رفتم به سمت این که خب ملودیای جدید میومد تو ذهنم و شعرهای جدید میومد تو ذهنم. آروم آروم رفته بودم توی یه حالتی که داشتم کارهای جدید میکردم و
زندگیم از اون حالت قبلی آروم آروم خارج شد و به یه سمت جدیدی رفت. این به سمت جدید رفتنه به من جهت داد و باعث شدش که من اصلا به این نتیجه برسم که من خیلی هم به پاپ علاقه ای ندارم من بیشتر آرمی دوست دارم، رپ دوست دارم. من کلا مسیر زندگیمو عوض کردش و آروم آروم من شروع کردم به این که تو ذهنم با کلمه ها بازی میکردم، با ملودی ها بازی میکردم، داشتم ظرف میشستم، مثلا یه ملودی میومد تو ذهنم، من اینو در حین ظرف شستن نوشته بودم که کدوم بود؟ رد پای خاطراتت مونده روی قلب و روح و جونم، با اینکه ره گذر بودم تو زندگی تنو فرضت میکنم تو خونم. من اینو در حین ظرف شستن نوشتم واقعا و فقط هم اون ملودیش اومده بود تو ذهنم و آروم آروم کلمه ها رو روش سوار کردم. در کل اگر حس کردید که قراره وارد عرصه شعر نوشتن بشید، باید سبک زندگیتون رو یه ذره تغییرش بدید و خب جدا از تمرین آواز، تمرین ساز، یه سری تمرین های دیگه هم باید انجام بدید. مثل چی؟ مثل اینکه باید دایره لغت خودتون رو افزایش بدید. حالا یکی از راهاش کتاب خوندنه، یکی از راهاش دایره المعارف خوندنه و یکی از راههای دیگهش اینه که شعرهای آدم‌هایی که میدونید ارزش گوش دادن داره، ارزش نوشتن داره، بشینید بنویسید رو کاغذ و کلمه‌های جدیدی که خب شما تو روزمره‌تون استفاده نمی‌کنید یا اینکه استفاده می‌کنید ولی خیلی بهش فکر نمی‌کردی که تو شعر هم میشه از این کلمه استفاده کرد، اونا رو بیاید استخراج کنید از شعرهای مختلف، توی یه جایی بنویسید، ضرب المثل بخونید، نمیدونم شعرهای انگلیسی رو ترجمهش رو بخونید و با مفهوم‌های مختلف سعی کنید ذهنتون رو آشنا کنید. در هر صورت شما اگر نتونستید که شعر هم بنویسید هیچ مشکلی نداره و یه کار دیگه میتونید انجام بدید، شعر و ملودی رو بخرید. ولی اگر بتونید این توانایی رو تو خودتون فعال کنید و ایجاد کنید خیلی بیشتر به نفعتونه، چون اولا که چیزایی که خودتون می‌نویسید و خودتون بهتر میتونید اجرا کنید، دوما اینکه هزینه شعر و ملودی خوب خیلی بالاست. اگر واقعا توانایی نوشتن فکر میکنید دارید، مثلا در گذشته انشاء خوب مینوشتید یا شعر مینوشتید، تمام تلاشتون رو بکنید که بتونید توی این زمینه پیشرفت کنید، چون خیلی بهتره. و آخرین قدمی که میخوام بهتون بگم در رابطه با این موضوع، مهمترین چیزی که میخوام بهتون بگم، جامعه هدف خودتون رو مشخص کنید. شما برای کی دارید شعر مینویسید؟ برای چه قشری دارید تولید محتوا میکنید؟ برای چه رنج سنی؟ چه جنسیتی؟ شما اصلا اینو باز نذاریدش، میدونی؟ یه پرانتز بسته‌ای باید این داستان داشته باشه، به خاطر اینکه اگر شما یه روزی بیای ابی بخونی بذاری توی پیجت و فرداش بیای مهیار بخونی بذاری تو پیجت، اون مخاطبی که تو رو به خاطر ابی فالو کرده، به خاطر اون مهیاری که گذاشتی، یا تو رو آنفالو میکنه یا اون پست رو رد میکنه میره و در نهایت شما به روزی میرسی که میگی من فالوورام روح شدن، من نمیدونم دیگه واسم لایک نمیکنن، کامنت نمیذارن واسم و این اتفاقیه که براتون میفته. اگر که قراره از خودتون موزیک اورجینال پخش کنید، سبکی که میخواید توش فعالیت کنید و پیدا کنید. اگه قراره آرنبی بخونی از همون اول شروع کن، موزیکای وانتونز و نمیدونم زد بازی و کورسای اونا رو مثلا بیا بشین کاور کن و بخون که بعد رفتی سراغ کارهای خودت توی همون سبک و سیاق باشه. خب و اگر که از اول قرار پاپ بخونی تا آخرش، از اول تا آخرش همین کارو بکن. میدونی اینجوری نباشه که یه روز برای دهه 60 تولید محتوا کنید، یه روز برای دهه 80. یه رنج سنی خاصی رو برای خودتون مشخص کنید و برای همون تولید محتوا کنید. و خب خلاصه از همه این مراحل که عبور کنیم میرسیم به تولید ترک و مرحله‌ای که حالا شما یه موزیکو از خودتون بسازید، پخشش کنید، موزیک ویدیو واسش بدید و از اینجور داستانا که من یه ویدیو کامل سر موزیک من قوی گرفتم اینجا واسهتون میذارم. 0 تا 100 رو بهتون توضیح دادم که چه هزینه هایی باید بکنید، چه کارهایی باید بکنید، چه جایی باید برید، با چه کسایی باید همکاری کنید. همشو کامل واسهتون توضیح دادم. اونجا دیگه اونو ببینید، این مرحله رو هم کامل متوجه میشید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کنید و به کارتون بیاد.
چیزی نبود که بگم دارم آموزش میدم، صرفا تجربیات خودم رو در اختیارتون گذاشتم اگر این موه بذاره و امیدوارم که بتونید ازش استفاده کنید. یه سری نکات تکمیلی هم داشت که صرفا گذاشتم کنار همه تجربیاتم به خاطر اینکه فکر می‌کنم آدما با هم دیگه فرق دارن و اینکه شما هم از تجربیاتتون برام بگید، حالا چه توی برنامه‌ریزی، چه توی هدف گذاری، چه هر تجربه دیگه‌ای که داشتید واسم بنویسید، منم ازش استفاده کنم. خیلی زود میبینمتون. خدافظ. میدید زنبورمون یا مگسه چیزی رو پرده است. من الان اینجا موندم، تلویزیون خاموش شده، بذارید برم روشنش کنم. در هر صورت شما اگر نتونستید بعد نگاه ویدیوهای یوتیوبمو چجوری گرفتم رو تلویزیون، از اینا انداختم خارجی، انگار خیلی مثلا پولدار و با کلاسم.